با ابتکار شعبه کار با زنان و عائله در شهر اسفره فستیوال آزمون اطلس و ادرس 2023 برگزار گردید. آزمون مذکور با مقصد احیا و ترغیب هنرهای ملی از جمله اطلس و ادرس بافی دستی، روزگارداری خلق تاجیک، رشد ساحه صنعت سبک، ترغیب سر و لباس از متاع از جهت اکولوژی بی‌ضرر با استفاده اسلوب‌های ملی دوزندگی، رشد مهنت خانگی، بلند برداشتن مقام و ذوق لباسپوشی ملی، زیبایی پرستی، غنی نمودن حیات معنوی زنان و بانوان، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، احیای عنعنه و هنرهای ملی، مهنت خانگی زنان و دختران، بهترگردانی وضع اقتصادی و اجتماعی اهالی دایر گردید. شرکت‌داران چاره‌بینی نخست از نمایش محصول دستی هنرمندان خلقی، دوزندگان و پزندگان، قنادان و نانپس‌ها، کنده‌کاران و گهواره‌سازان، بافندگان و زردوزان و دیگر هنرهای قدیمه دیدن نمودند. باید ذکر نمود که الان در شهر و دهات اسفره 12 مرکز ادرس و اطلس بافی و 4 مرکز قالین بافی با 48 دستگاه های بافندگی فعالیت میبرند که 40 نفر هنرمندان و زیاده از 200 نفر شاگردان را فرا گرفتند. اینچنین در شهر و دهات اسفره دیگر هنرهای مردمی از قبیل یورمه‌دوزی، سوزنی‌دوزی و گلدوزی، الاچه بافی، کش بافی، قراق‌دوزی، جامه‌دوزی، طاقی‌دوزی و سبد بافی رواج یافته شاگردانی زیاد دارند. در فستیوال هنرمندان خلقی، کارخانه‌های استحصالی، دوزندگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای آموزشی، طراحان و دوزندگان الهیده و نمایندگان جماعت‌های شهرک و دهات اشتراک نمودند. اشتراکچیان بین هم از روی 4 شرط آزمون، نمایش لباس کودکانه، لباس رسمی، لباس عیدانه و لباس ملی عروسی و دامادی قوه آزمایی کردند. با مقصد ترغیب و تشویق عنعنه‌های فرهنگ لباس ملی، اشتراکچیان برای دوختن لباس از متاعهای اطلس و ادرس ملی استحصال وطنی استفاده نموده از اشیای آرایشی از قبیل مرجان، دستپانه، سرپوش، گوشوار، سرسوزن و غیره استفاده بردند که واقعا جالب و غیر مقرری بود. شرکت‌داران به هیئت حکمان بهترین لباس‌های ملی قدیمه، کودکانه، رسمی، عیدانه، ملی عروسی و دامادی را با نظرداشت زیبایی، دیزاین لباس ناتکراری، استفاده هنرهای گلدوزی دستی، قراق‌دوزی، اشیاهای آرایشی، پرداز و غیره پیشنهاد نمودند. به غالبان آزمون و هنرمندان سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر سپرده شد. سرود و ترانه‌های دلاشوب هنرمندان شناخته شهر به چاره‌بینی حسن تازه زم کرد.